کوهپیمایی. یکی از آن روزهای آخر تابستان بود. آسمان آبی و پیچیده در بخاری لطیف و شیری رنگ. از آن هواهایی که آدم بی خودی شاد است و زمان را حس نمی کند. انگار نه انگار که پاییز پشت در ایستاده است. آقای هنری می در باغ ویلایی که برای فرار از استرس شهر خریده بود روی صندلی راحتی نشسته بود. آرامش که البته خواب و خیالی بیش نبود، چرا که عوض نشستن و لم دادن سیخ و عصا قورت داده باسنش را گذاشته بود لب صندلی و داشت با تلفن همراه با یکی از همکارانش صحبت می‌کرد. صدایش چنان بلند بود که تا ته محوطه شنیده می‌شد. دکمه‌های پیراهن مردانه آستین کوتاهش را باز کرده بود و گیلاسی نوشیدنی در دست داشت. وقتی حرفش تمام شد، جرعه‌ای از گیلاسش نوشید و با رضایت نگاهی به قله کوهی کرد که ویلایش در دامنه آن قرار داشت. دیگر چیزی به قطعی شدن معامله زوربریک نمانده بود و با بستن این معامله شرکت او یکی از قابل ملاحظه ترین مشارکت‌های سالیان اخیر را انجام می‌داد. هنری لم داد. کتابی در دست گرفت. داستان‌های کوتاه از جان چیور. تازه شروع به خواندن کرده بود که صدای بلند خنده و شادی از حیاط پشتی حواسش را پرت کرد. وقتی دید نمیتواند تمرکز کند، کتاب را کناری گذاشت و رفت ببیند چه خبر است. آها، دخترش میا با ادا و اطفار شیرجه میزد توی استخر و زنش به اون نمره میداد. توجه، حالا یه زالتو با پیچ میاد. دخترش قدمی به عقب برداشت. جهشی کرد، پرید و حتی نتوانست نیم چرخش در هوا انجام دهد و با پشت افتاد توی آب. چند ثانیه بعد کله‌اش از زیر آب بیرون آمد و با هیجان از مادرش پرسید چطور بود؟ زنش گفت 9. لب و لوچه میا آویزان شد. مامان، خیلی داری زیادی نمره میدی. نمرم دیگه حد اکثر 5. باید یکم سخت بگیری. هنری لبخندی زد. باز جرعه‌ای نوشید و به زنش نگاه کرد که زیر نور ملایم آفتاب پیش از ظهر کنار استخر ایستاده بود. زنش معلم بود و این آخری ها سرش بدجور شلوغ و تحت فشار بود. ولی انگار آفتاب بهش خوب ساخته بود. به نظر سر حال می رسید. هنری فکر کرد مثل گلیه که داره شکفته میشه. 1 سال از هنری بزرگتر بود. یاد نخستین دیدارهایشان افتاد و خنده‌اش گرفت. چقدر زنش آن زمان خجالتی بود. رفت کنار زنش ایستاد و با هم شیرجه بعدی دخترشان را تماشا کردند. حالا او هم میبایست به دخترش نمره بدهد. او 7 و زنش باز 9 داد. زنش گفت میخوایم الان کباب درست کنیم. هستی؟ هنری از تصور گذراندن روز در کنار خانواده‌اش خوشش آمد. ولی درست در همان لحظه چشمش افتاد به قله کوه. با تمام عشقش به کوهپیمایی هنوز تا آن قله نرفته بود. در حالی که مطمئناً بیشتر از 2-3 ساعت طول نمی کشید. شعاع نور خورشید تابیده بود بر گیلاسی که در دست داشت. انگار معامله‌ای که در حال انجام شدن بود تشنه‌ترش می کرد. از فکر این که در رستوران بین راه توی کوه به خودش جایزه‌ای بدهد و آب جویی بنوشد خوشش آمد. راستش تو فکر یک کوهپیمایی کوتاه بودم. زنش سرش را به نشان تایید تکانی داد. باشه. هنری انتظار همین جواب را داشت. این ناآرامی، این نیاز به آزادی که فقط در محیط کاریش و یا در تنهایی به آن دست می‌یافت همیشه نقطه ضعفش بود. خیال میکرد با ازدواج و یا با بچه دار شدن عوض میشود، آرامش پیدا میکند و سر جایش مینشیند. ولی از آن طرف از خودش در نقش فلانور هم خوشش میآمد که سبکبال بین زندگی خانوادگی و کار و دوستانش اینور و آنور میپرید. هر جا دوست داشت میماند ولی ماندگار نبود. البته که شانس بزرگ زندگیش داشتن چنین زن آزاده‌ای در کنارش بود که همیشه با او تفاهم داشت و همواره وقتی در پایان یک روز کاری طولانی و یا پس از بازگشت از سفر در خانه را که باز می‌کرد می‌دید همسرش منتظرش است. زنش با انگشت به او اشاره کرد و گفت
حتما بارونی ببر، شاید بارون بیاد، یادت نره ها، دیر دیگه 8 خونه باش که میخوایم جشن بگیریم. با عشق به دست زنش که هنوز جوان و تر و تازه بود نگریست و گفت تا اون موقع 100 دفعه برگشتم و وارد خانه شد. پسرش مثل همیشه بالا در اتاقش بود. 2 سالی بود که داوید دچار یک بیماری مرموز شده بود و هر از گاهی بدون هیچ دلیل خاصی دچار حمله های میگرنی می شد که چندین روز طول می کشید تا دوباره سر پا شود. همین بیماری باعث شده بود تا پسرش تنها شود. هنری خوب می دانست پسرش به اون نیاز دارد. یکی دیگر از دلایل خریدن این ویلا هم وضعیت پسرش بود. اینجا دور از شهر می توانستند وقت بیشتری با هم بگذرانند. اتاق پسرش تاریک بود، مثل یک غار. داوید روی تختش دراز کشیده و به سقف زل زده بود. وقتی میگرن به سراغش می آمد دیگر قادر به هیچ کاری نبود، نه تلویزیون دیدن و نه کتاب خواندن. چه بدبیاری که روز تولدش هم میگرن گرفته بود. هنری لب تخت نشست و سعی کرد موضوع صحبتی پیدا کند، ولی پسرش جویده جوابش را میداد و گویی کوشش‌های هنری برای به سر حال آوردنش ناشیانه بود. خوشحال که هستی برای جشن تولدت. آخه شاید یه سورپرایز در انتظارت باشه. داوید نشست. چه سورپرایزی؟ یه دوچرخه؟ هنری لبخند زد. باید صبر کنی. مطمئنم خوشت میاد. هدیه گران قیمتی برای پسرش خریده بود. فکر کرده بود پس از تابستان سختی که داوید گذرانده حتما لیاقت چنین هدیه بزرگی را دارد. به نظر آمد پسرش از فکر هدیه سر حال آمده. در چشمان داوید برقی درخشید. میخواست چیزی بگوید که گوشی هنری زنگ زد. هنری لحظه‌ای تأمل کرد. مردد بود. نمیدانست جواب بدهد یا نه. ولی به خودش گفت امشب تو جشن تولد حسابی با داوید وقت میگذرونم. سر پسرش را نوازش کرد و به راهرو رفت تا جواب تلفن را بدهد. همکارش بود. درباره جزئیات معامله زوربریک صحبت کردند. یک مکالمه کوتاه و متمرکز. هنری مدت‌ها بود که خودش را چنین سرحال و سرزنده حس نکرده بود. حوالی ظهر بود. هوا حدود 30 درجه. وارد حیاط شد و داشت نهال‌های سیبی که خودش پس از خریدن ویلا کاشته بود را تماشا می‌کرد که پشت سرش صدای پا شنید. دخترش میا بود. لباس پوشیده و حاضر و آماده. می‌خواست پدرش را در کوهپیمایی همراهی کند. بدون لحظه‌ای تأمل گفت ابداً، دفعه دیگه. امروز سرم شلوغه. بعد 100 تا تلفن جواب بدم. دختر که بدجور توی ذوقش خورده بود مایوس نگاهش کرد و گفت میشه لااقل تا ته خیابون باهات بیام؟ هنری خندید. البته، معلومه. 500 متری را با هم رفتند. دور تا دور حصار همسایه پیچک بالا رفته بود. عطر سنگین گل رز در هوای گرم تابستانی موج میزد. میا خوش و سرحال وراجی میکرد. هم برای پدرش داستان همکلاسی هایش را میگفت و هم با پرسش هایش هنری را بمباران میکرد. میخواست بداند هدیه داوید چیست، ولی هنری به اون هم فقط گفت یه سورپرایزه. ناگهان صدای او آمد. هنری تکانی خورد و به دور و برش نگریست. از بچگی از سگ میترسید، ولی سگی ندید. گویا میا متوجه نگرانی پدرش نشده بود، چرا که لاینقطع از جشن تولد حرف میزد و اینکه برای برادرش یک نقاشی کرده. وقتی به انتهای خیابان رسیدند، از اینکه دخترش باید به خانه برگردد دلش گرفت، ولی فکر کرد باید به کارش برسد و امکان داشت پرچانگی میا در طول کوهپیمایی چند ساعته حوصله سربر شود. میا هم که دیگر اصلاً ازش دلگیر نبود. دخترش برگشت و به سوی خانه راه افتاد. پس از 100 متری ایستاد، برگشت برای پدرش دستی تکان داد و تا خانه را دوید. هنری از خودش حیرت کرده بود که چقدر کوهپیمایی برایش آسان است. سالها پیش هنگام اسکی زمین خورده و مینیسک زانویش پاره شده بود. از آن پس هر از گاهی زانویش تیر می‌کشید. بیشتر هنگام پایین آمدن از سراشیبی و بعضی جاهای دیگر، ولی تا حالا باعث دردسرش نشده بود. چند کوهنورد دیگر هم در راه بودند.
هنری بهشان دوستانه سلام میکرد، ولی از لحظاتی که تنها و به حال خودش بود بیشتر لذت میبرد. مثل دوران کودکیش سعی کرد صداهای مختلفی که از برخورد قدمهایش بر روی زمین جنگلی بلند میشد و صدای خشخش ساییده شدن برگ‌های درختان به هم را با صدای پرندگان گوناگون شبیه سازی کند. هنوز کمی اثر نوشیدنی در هنری مانده بود، ولی با عرقی که از گرما میریخت احتمالاً الکل به سرعت از بدنش میپرید. پس از 1 ساعت محوطه جنگلی تمام و راه مارپیچ شروع شد. شیب راه تندتر از آنچه خیال میکرد بود، ولی از آنجایی که مرتب ورزش میکرد به خودش غره شد که اصلاً به نفس نیفتاده. در طول راه با چند همکارش صحبت کرد. معامله به خوبی در حال پیشرفت بود، فقط شارژ گوشی همراهش داشت تمام میشد. آفتاب پس کله‌اش را میسوزاند. خوشحال بود که بارانیش را همراه نیاورده. داشت سرحال و سرزنده از چمنزاری عبور میکرد که ناگهان بوی گندی به مشامش خورد. به دور و برش نگاه کرد. چیزی دستگیرش نشد و پس از چند ثانیه باز هوا کاملا پاک شد. نرسیده به قله در رستوران آلم خستگی در کرد. اول غروب بود. شانس آورد و تنها صندلی خالی در تراس رستوران نصیبش شد. میز بغلیش عده‌ای جشن عروسی گرفته بودند. از رنگ پوستشان حدس زد که مال مناطق جنوبی اند. دم به دقیقه از میزشان صدای قشقش خنده کسی بلند می شد. از خودش پرسید آخه کی اینجا نوک کوه عروسی میکنه؟ داشت لبی تر می کرد که بالاخره زنگ تلفنی که منتظرش بود از اداره زده شد. همکارش با صدایی که گویی از شدت هیجان بیشتر شبیه به ناله بود خبر خوب را در گوشش خواند. قرارداد مشارکت امضا شد. هنری دستهایش را مشت کرد. بیشتر از 1 سال برای این قرارداد زحمت کشیده بود. این معامله اوج فعالیت‌های کاری او بود. خواست به زنش تلفن کند، ولی تصمیم گرفت وقتی برگشت حضوری به او بگوید. تا حال بیشتر موفقیت‌های کاریش را اول به تنهایی مزه کرده بود. شعاع نور خورشید لابلای ابرهایی که بیشتر و بیشتر می‌شدند شکسته می‌شد و پشت نوک کوه را روشن می‌کرد. هنری پلکایش را به هم زد و به بالا نگریست. یاد هدیه تولد پسرش افتاد و یاد شیرجه‌های دخترش، یاد مهربانی‌های زنش و معامله زوربریک که مسلماً باعث بالا رفتن موقعیت اجتماعیش و همچنین سرمایه‌اش می‌شد. دلش از شادی غنج زد. به این میگویند سالهای طلایی زندگی، به عنوان پدر، به عنوان شوهر و به عنوان رئیس شرکت. از پرسه زدن در راه‌های ارتباطی میان این دنیاها کیف میکرد و داشتن چنین آزادی برای پرسه زدن را حاصل دسترنج خودش میدانست. با دست به دختر جوان زیبایی که برای اون نوشیدنی آورده بود اشاره کرد. دخترک لبخندی زد. هنری لحظه‌ای با لبخندی جوابش را داد. قدیم‌ها چندین بار به زنش خیانت کرده بود. چون از یک نواختی سفرهای کاری حوصله‌اش سر می‌رفت و می‌خواست تنوعی ایجاد کند. ولی سالها بود که دیگر از این شیطنت‌ها نکرده بود. وقتی داشت حساب میزش را می‌پرداخت، نگاهی به ساعت مچیش انداخت. اگر همان لحظه برمیگشت، حتما سر موقع برای جشن تولد پسرش می‌رسید. ولی به قله کوه نرسیده بود و متنفر بود از اینکه کاری را نصف نیمه رها کند. پس باید عجله کند و شاید بتواند با کمی خوششانسی به هر دو کار برسد. هنری بی وقفه پیش می رفت، ولی این مرحله آخر از آنچه فکر می کرد طولانی تر بود. در طول راه به کوهنورد دیگری هم بر نخورد و هنگامی که به قله صعود کرد تنها بود. در این بین ابرها از جلوی خورشید کنار رفته بودند و چشمانداز اینجا به مراتب زیباتر از چشمانداز تراس رستوران بود. هنگام پایین رفتن از کوه زانویش تیر کشید، همان چیزی که از آن می‌ترسید، ولی نمی‌بایست سرعتش را بکاهد. با تأخیر قابل توجهی به رستوران رسید. این بار در تراس رستوران همه میزها خالی بود و اثری از آن خدمتکار خوشگل هم نبود. شاید مثل بچه‌ها باور کرده بود که زمان توی جاهای زیبای زندگی توقف می‌کند. یعنی چقدر غیبت داشته.
شاید هم مشتری‌ها با شنیدن خبر هوا از ترس طوفان در رفته بودند. داشت به سوی راهی که به دره میرفت قدم برمی داشت که کسی صدایش زد. دم در کسی ایستاده بود و مردد به او نگاه میکرد. یکی از همکلاسی‌های سابقش که اسمش را هم به خاطر نمی آورد. هنری با بیمیلی به طرفش رفت و سلام علیکی کردند. مرد آشنای هنری هیکلی شده بود و تیشرتش خیس عرق. برای موفقیت‌های کاریش به او تبریک گفت. بعد چهرهش در هم کشیده شد. خیلی متاسفم برای پسرت. هنری خشکش زد. این یارو از کجا درباره حمله‌های میگرنی پسرش خبر داشت؟ با احتیاط از همکلاسی قدیمیش پرسید که منظورش چیست؟ چند هفته پیش یکی از دوستان قدیمیم استلا که تو شرکتتون کار میکنه برام تعریف کرد. خیلی ناراحت شدم. به اون جوونی. زبان هنری بند آمده بود. کسی با نام استلا تو شرکتش کار نمیکرد و معنی حرف آشنایش را هم نمیفهمید. گیج و گنگ از او خداحافظی کرد و رو به دره رفت. چند لحظه بعد خنده‌اش گرفت. بایست این داستان را برای زنش تعریف کند. چندین بار به خانه زنگ زد. اشغال بود. با حال گرفته گوشی را در جیبش چپاند. نسیم خنکی می‌وزید. هنری با دست بازوهایش را مالید. با غروب خورشید در این ارتفاع حتما هوا سردتر هم می‌شود. کاش بارانیش را همراه آورده بود. زانویش کماکان تیر می‌کشید و حرف‌های آشنای قدیمیش دست به دست هم داده و اوقاتش را تلخ کرده بودند. نگاهی به ساعتش کرد و دید درست حد زده. نمی‌تواند پیش از ساعت 8 خود را به خانه برساند. تصمیم گرفت از راه اصلی خارج شود و میانبر بزند و از وسط چمنزار پایین رود. از مدت‌ها قبل به هیچ کوهنورد دیگری بر نخورده بود و مطمئناً در راه میانبر کسی را نمی‌دید. اینجا بود که او را دید. درست جلویش وسط چمنزار یک سگ گله ایستاده بود. پوست تیره و کلفتش مثل نمد و کثیف بود. هنری کمی عقب رفت. سگ از جایش جم نخورد و چشم از او بر نداشت. هنری از دست خودش عصبانی بود، از اینکه میترسد. مسخره بود. بچه که بود سگ همسایه گازش گرفته بود. بعدها حتی توله های سگ های دوستانش هم با دیدن او فوری پارس میکردند. انگار چیزی در وجودش حیوانها را حساس میکرد. عوض اینکه مستقیم رو به جلو حرکت کند کج کج رفت. خیال میکرد دیگر جایش امن و امان است که باز صدای اوی پرخاشگرانه را شنید. برگشت و از گوشه چشم سگ را دید که شروع به دویدن کرده. هراسان پا به فرار گذاشت، ولی هیچ درختی در دیدرسش نبود تا بتواند از آن بالا رود. پایش به چیزی گیر کرد و با شدت زمین خورد. دردی وحشتناک در قوزک پایش پیچید. پوزه سگ را پشت گردنش حس کرد. خیال کرد لب و لوچه آویزان سگ را می‌بیند. وحشت زده سرش را برگرداند، ولی از سگ خبری نبود. گویا سگ به سمت دیگری رفته بود. با دقت دور تا دورش را نگاه کرد. تنها چیزی که دید یک کنده بزرگ تیره رنگ وسط چمنزار بود. وقتی نخستین قطره‌های درشت باران که گرمای هوا را در خود جمع کرده بودند بر سر و کله‌اش بارید، به خودش گفت حتما موقع فرار راه اشتباه رفتم. هیچ دلیل دیگری برای نرسیدن به جنگل پیدا نمی‌کرد. میبایست مدت‌ها قبل به جنگل رسیده باشد. اول از کار خودش خنده‌اش گرفت. عجب خریم. میرم تو راهی که نمیشناسم، زیر بارون خیس آب، چند ساعت دیر میرسم خونه. اونم روز بستن معامله زوربریک. باران با خودش سرما هم آورد. سرما نخست روی تنش نشست و کم کم به داخل استخوان‌هایش و بعد به تمام جانش نفوذ کرد. به خاطر درد در قوزک پایش مجبور شد کمی بایستد. فکر کرد قوزک پا مو بر نداشته، حتما شکسته. با بدبختی رو به جلو حرکت می‌کرد، ولی به جنگل نمی‌رسید. جرأت نمی‌کرد به ساعتش نگاه کند. کاش امروز دست از ایده صعود به قله برداشته بود. گوشیش را از جیبش درآورد و سعی کرد به خانه تلفن کند. این بار پیامی آمد. شماره مورد نظر موجود نمی باشد
و صفحه سیاه شد. شارژ گوشیش تمام شده بود. صدای سوت باد از روی چمنزار در گوشش میپیچید. رعد و برقی بزرگ زد و آن دور دورها افق را برای لحظه‌ای به دو قسمت کرد. انگار آن روزی که کنار استخر ایستاده بود و به شیرجه‌های دخترش نمره میداد امروز نبود. آخر چرا نگذاشت دخترش او را همراهی کند؟ این چه چیزی بود در وجودش که او را همیشه از لحظات شیرین زندگیش دور می‌کرد؟ از خانواده اش، از دور همی‌های شبانه با دوستانش. می‌توانست در تمام طول روز با میا حرف بزند، ببیند توی فکر دخترش چه می‌گذرد. از دخترش چه می‌دانست؟ در واقع هیچ چیز. چندی پیش زنش برایش تعریف کرده بود که دخترشان برای اولین بار عاشق شده. حتی اسم طرف هم یادش نبود. یک اسم اسپانیایی بود. لوئیس جوردی. حافظش هیچ وقت قوی نبود. اگر دخترش همراهش بود حتما با دیدن سگ میخندید. تجسم کرد اگر دخترش پیشش بود چطور با هم زیر باران میدویدند. دلش سر نترس و زنده دلی دخترش را میخواست. ولی این کوه پیمایی تک نفره انتخاب خودش بود. کسی او را مجبور نکرده بود که داوید را روز تولدش در اتاق تاریکش تنها رها کند و کسی او را مجبور نکرده بود بارانیش را همراه نبرد. در تاریکی شب به جنگل رسید. درختها او را از باران در امان نگه می داشتند ولی پیراهن مردانه آستین کوتاه و شلوارکش تقریباً از سرما یخ زده بودند. گوشیش هم که شارژ نداشت و نمی توانست بفهمد چه ساعتی است. احتمالاً همه منتظرش بودند و داوید هدیه‌اش را بدون پدرش باز کرده. شاید هم چنان توی ذوقش خورده که هدیه را باز نکرده گوشه گذاشته و به اتاقش بازگشته. سعی کرد به خاطر آورد پسرش پیش از گرفتار شدن به بیماری میگرن چجوری بوده. سرزنده، بله سرزنده و گاهی رک و با نمک. یک وقتا خیلی به چی علاقه نشان میداد؟ چی بود؟ آها، آره، مواد معدنی و سنگ. ولی به تاریخ هم علاقه داشت. داوید بچه که بود خودش شبها او را میخواباند. آن زمان خیلی به هم نزدیک شده بودند. یادش افتاد که شبی برای پسرش یکی از شیطنت‌های دوران دانشگاهش را تعریف کرده بود. با یکی از دوستانش که دانشجوی رشته پزشکی بود از بخش آسیب شناسی یک انگشت بریده دزدیدند و در سلف سرویس ناهارخوری دانشگاه کردنش توی ظرف پوره سیب زمینی. داوید از شدت خنده داشت روده بر می شد. هنری به قطره‌های درشت باران نگریست که از نوک برگ درخت‌ها به گودال‌های آب روی زمین می‌چکیدند و ناگهان از اینکه بعدها پسرش را به تخت نبرده بود پشیمان شد. زمان بچگی میا بیشتر وقت داشت یا بیشتر وقت می‌گذاشت. ولی سر داوید حسابی گرفتار کار و بیشتر موقع‌ها اصلا خانه نبود. یادش آمد چقدر زنش از او خواسته بود وقتی بیشتری با پسرشان بگذراند. تعطیلاتی که همراه خانواده‌اش نرفته بود چرا که میبایست به یک سفر کاری برود. یا خیال میکرد بایست به یک سفر کاری برود. بچه‌هایش تمام تجربه‌هایشان را برای او تعریف کرده بودند. خودش هرگز همراهشان نبود. همه را فقط شنیده بود. آیا دست کم درست به حرفهایشان گوش داده بود؟ آیا قدر محبت زنش به خودش را دانسته بود؟ این سالهای اخیر را فقط برای خودش لازم داشت. وقتش را صرفاً برای خودش صرف کرده بود، برای گسترش شرکتش. کار شرکتش آسان نبود، کار هر کسی نبود. موفقیتش سکرآور بوده، هیجان انگیز. ولی اکنون در این جنگل گلالود به خودش اعتراف کرد پدر خوبی برای بچه‌هایش نبوده. شاید همسر خوبی هم نبوده. هنری لبش را گاز گرفت و ناگهان احساس آرامش کرد. آره، حتما اشتباهاتی در زندگیش کرده بوده ولی میتواند در هفته‌های باقی مانده از تعطیلات تابستانی حسابی جبران کند. هدیه سورپرایز تولد داوید میشد نقطه عطفی برای رفتار او با خانواده‌اش. این هدیه چی بود؟ هر چه فکر کرد یادش نیامد. یک دوچرخه. نه، مطمئناً دوچرخه نبود چون داوید میتوانست دوچرخه را حدس بزند. یک چیز دیگری بود.
با ارزشتر، بزرگتر. هرچی به مغزش فشار آورد یادش نیفتاد. سرمای یخبندان فکرش را از کار انداخته بود و انگار سرما بر حسهای دیگرش هم تأثیر داشت. هنگام پلک زدن به نظرش آمد که برف میبارد. دردی تا آن زمان ناشناخته در قوزک پایش پیچید. هنری از عصبانیت به نفس زدن افتاد. کفش و جورابش را درآورد و با انگشت ورم قوزک پایش را لمس کرد. رگ کلفت روی قوزکش مثل نبض میزد. ناگهان ناخودآگاه فریاد کشید. گوش داد. جنگل فقط با صدای خشخش برگ درختان به او جواب داد. باز صحنه جلوی چشمش آمد که پسرش میخواست چیزی بگوید و او مهلت نداده به راهرو رفته بود تا جواب تلفن را بدهد. به راه بیرنگ جلوی رویش که به سختی دیده میشد زل زد. گریه‌اش گرفت. اشکش سرازیر شد. از ضعف خودش خجالت میکشید، ولی خرابتر از آن بود که بتواند خودش را کنترل کند. دسته از سرما خشک شده‌اش را بر روی صورتش کشید تا اشکایش را پاک کند و لنگ لنگان به راهش ادامه داد. با هر قدمی که برمی داشت تجسم میکرد دارد تمام دردش را در چاهی میاندازد. این کلک را در سربازی یاد گرفته بود. قطعاً از نیمه شب هم گذشته بود. با اینکه به خیال خودش ورزشکار بود، از شدت خستگی و گرسنگی پاهایش رمق نداشت. حس کرد به نفس افتاده. عین پیرمردها، ولی عشق به بچه‌هایش او را به جلو می‌کشاند. شاید همین اتفاق را لازم داشته تا یک درس حسابی بگیرد. نمی‌خواست اشتباهات گذشته را تکرار کند. خودش را عوض می‌کرد. فقط پایش به خانه برسد. وقتی چشمش به چراغ‌های خیابان افتاد باورش نمی‌شد. در ذهنش صحنه‌های مبهمی از دخترش در یک ظهر تابستانی می‌دید که به سمت خانه می‌دود. از دور بر می‌گردد و برایش دست تکان می‌دهد. هنری لنگ لنگان به سمت ویلا رفت. جوان که بود در چنین موقعیتی تازه جان می‌گرفت و بر سرعتش اضافه می‌کرد. حالا هم حس کرد قلبش تندتر می‌زند. جلوی حیاط ویلای همسایه‌شان لحظه مکث کرد. این گلخانه شیشه‌ای بی‌قواره همیشه اینجا بوده؟ چه آرشیتکت بی‌سلیقه‌ای! بالاخره به حصار حیاط ویلای خودشان رسید. به خودش گفت حتما پنجره ها بسته است و همه خوابن. در کمال تعجب دید که چراغ اتاق پذیرایی روشن است. بعد زنش را دید که روی پله های ورودی ویلا نشسته است. مثل همیشه منتظرش بود. چند لحظه ای با آنکه در تاریکی خوب نمیدید، احساساتی زنش را تماشا کرد. زن دیدتش. کجا بودی؟ دلش میخواست زنش به سویش بیاید، ولی او از جایش بلند نشد. در تمام طول راه بازگشت یک ذره شادی را در خودش نگه داشته بود. همان را با لبخندی بر چهرهش نشاند. چیزی نشده، راهو گم کردم. زنش آرام برخاست. به طرف هم رفتند. تازه اینجا متوجه شد چه ضعیف و ناتوان است و چه نیازمند به گرمای زنش. خواست به سوی او برود، ولی زن او را کنار زد و گفت چه ریختی پیدا کردی؟ اول خواست برای زنش ماجرا را تعریف کند، ولی نظرش عوض شد و با سر به پنجره اتاق داوید اشاره کرد و گفت جشن تولد چطور بود؟ زنش با حیرت به او نگاه کرد. منظورت چیه؟ داوید هدیه‌اش را باز کرد؟ این سوال از سوال قبلی هم بیشتر زنش را گیج کرد. زنش کمی عقب رفت. شوخی میکنی؟ هنری گفت چه شوخی؟ ول نکرد. دوباره پرسید هر دوشون خوابن یا میتونم برم پیششون؟ زنش طوری به او نگریست گویی او را نمیشناسد. لبهایش را به هم فشرد و گفت نمیدونم تو چت شده و چرا این چیزا رو میگی. کمی مکث کرد و ادامه داد میا با شوهرش خیلی وقتی تو اسپانیا زندگی میکنن. داوید هم که خیلی وقت پیش. تو حالت خوبه؟ هنری از اینکه زنش این شکلی داشت دستش میانداخت ماتش برده بود. داشت فکر میکرد به زنش چه جوابی بدهد که چشمش به درخت سیب تنومند در باغچه افتاد.
و وقتی سرش را پایین انداخت و به دستای زنش که با دستای لرزان خودش محکم گرفته بود نگریست، دید که دستای او هم مانند دستای خودش پیر و چروکیده است. تته پته کنان زیر لبی چیزی گفت، چیزی از روی تعجب. بعد باز حواسش متوجه لباسای خیس و سردش شد و لال شد. چیزی برای گفتن نداشت. زنش آهی کشید. عزیز دلم، بگو چی شده؟ بیا بریم یه حموم داغ بگیر، بعد برام همه چی رو تعریف کن. و داخل ساختمان شد. هنری سر جایش میخکوب شده بود وسط حیاط. از جایش تکان نمیخورد. از جایی که ایستاده بود تا خانه بیشتر از 8 قدم نمیشد. حالا شاید هم 9 قدم. ولی حس کرد دیگر توان برداشتن 1 قدم را هم ندارد.